سه چیز است. یکمش کسب کار میکنه. شریعت ما بیکاری را بسیار بد میبینه، ناکاری را بسیار. از همه آدمی پس از همه آدمی بی عقل بی دین همون است که در خونش میشیند و میگه که الله ما رزق ده. این آدمی بی عقل است، این دین اعتراف نمیکند. برای چی؟ برای اینکه سبب پیشروی رزق روزی ما و شما کسب است. پیغمبر کسب میکرد، تجارت میکرد، همه پیغمبر رو کسب میکردن. از حضرت آدم علیه السلام اولین نبی و اولین رسول حضرت نوح علیه السلام، از اون جمله ابراهیم علیه السلام، از اون جمله داوود علیه السلام، یعنی همه از اون جمله پیغمبر ما محمد علیه السلام تجارت میکردن، یعنی زندگیشون رو پیش میبردن. یعنی برای سبب پیش رفتن ما و شما اول کسب کردن است. دومش اگر کسی بخواهد که الله سبحانه و تعالی رزق روزیش زیاد کنه و در عمرش الله برکتیه، طبق فرموده پیغمبر علیه السلام که در حدیث صحیح مسلم اومدگی است، پیغمبر علیه السلام میگه که من احب ان یبسط له فی رزقه و یوسع فی اثره فلیصل رحمه. یکمش گفتیم که رزق الله سبحانه و تعالی بسبب چی زیاد میکنه؟ بسبب کسب و کار. یعنی کسب و کار میکنی الله سبحانه و تعالی تا رزق روزی تا زیاد میکنه، میرسونه. دومش سبب رزق روزی تا اگر پیغمبر علیه السلام میگه که بخوای که رزق روزی زیاد شود، بخوای که عمرت زیاد شود، چیکار کن؟ صله رحم کن. یعنی اپت خبر بگی، خواهرت خبر بگی، خیش تبورت خبر بگی، دوستات خبر بگی. یعنی پیغمبر علیه السلام میگه کسی دوست می‌دارد، کسی دوست دارد که الله رزق زیاد کند و کسی دوست دارد عمرش زیاد کند، صله رحم کند. در دیگر حدیث پیغمبر علیه السلام میگه که صلة الرحم تزید فی العمر، صله رحم عمر زیاد میکنه. صله رحم قطیع رو دوستا رفت آمد کردن، خیشتبا رو خبر گرفتن، خواهر اپا تقا و عمک، یک دوستا رو خبر گرفتن، صله رحم کردن، این چرا عمر آدم زیاد میکنه. حتی پیغمبر علیه السلام میگه که صلة الرحم معلقه بالعرش، صله رحم در عرش الله یعنی کشال است. و تقول میگوید صله رحم من وصلنی وصله الله، کسی مرا وصل کنه یعنی کسی صله رحم کنه الله با وی رابطه دارد. و من قطعنی قطعه الله، کسی صله رحم ندارد الله با وی رابطه ندارد. یعنی که پیغمبر علیه السلام صله رحمت چقدر، حتی خداوند در قرآن چی میگه؟ در اولی سوره نساء یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. الله پیغمبر شما را از صله رحم میپرسد که اپت خبر گرفتی، خواهرت خبر گرفتی، تقوات خبر گرفتی، یا دوستی بیمار داشتی، دوستی مریض داشتی، رفتم رو خبر گرفتی یا نگرفتی. گفته الله از صله رحم پیغمبر شما را میپرسد. برای این سبب الحمدلله رب العالمین صله. دوم سبب رزق روزی الله سبحانه و تعالی ما و شما را سبب زیاد شدن رزق ما و شما چی بوده است؟ صله رحم بوده است. یکم گفتیم که کسب کردن یعنی سبب رزق روزی زیاد میشه. دومش چی بوده است؟ صله رحم. و سومش تقوا کردن. کسی اگر تقوا داشته باشد الله سبحانه و تعالی در رزقش برکت میتید، در عمرش برکت میتید. همچنانی که الله سبحانه و تعالی در سوره تحریم چی میگه؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. الله سبحانه و تعالی میگه که کسی تقوا کنه. تقوا چی؟ از گناه خود حفظ کردن. تقوا حضرت عبدالله ابن مسعود وقتی در معرکه شش بود، یک کس پرسید که ای شاگرد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما تقوا را بیان کن که تقوا چیست؟ اینقدر خداوند در قرآن تقوا را پیشنهاد میکند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم
لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ای بندگان از خدا بترسید، از خدا تقوا کنید، حق تقوا را نمرید مگر مسلمان بمرید. الله سبحانه و تعالی میگه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که شما مؤمن هستید تقوا را پیشه کنید. خب و قولوا قولا سدیدا، الله سبحانه و تعالی گپی حق بگید. یصلح لكم اعمالكم، اعمال شما را الله به صلاح میارد. و یغفر لكم ذنوبكم، گناههای شما را الله میبخشد. به سبب تقوا داری شما، به سبب راست گفتن شما، حق شریعت، سخن الله و رسول حق رساندن، الله سبحانه و تعالی ما و شما را رزق و روزی میدهد و ما و شما را چیکار میکند؟ خب عملامون را به صلاح میارد و سبحان الله گناههای ما و شما را میبخشد به سبب قرآن و سنت رساندن. برای این سبب حضرت عبدالله ابن مسعود در معرکه پرسیدند که حضرت اینقدر در قرآن ما میخونیم که الله سبحانه و تعالی بنده هاش همیشه تشویق به تقوا میکنه، تقوا چی معنی دارد؟ حضرت عبدالله ابن مسعود تقوا را گفت که التقوا اربعه اشیاء، تقوا 4 چیز است: الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. حضرت عبدالله بن مسعود گفت که تقوا 4 چیز است: الخوف من الجلیل، اول از الله سبحانه و تعالی ترسیدن، کسی که از الله ترسید او تقوا دارد. دوم چی؟ خب خدا رو به چی میشناسیم؟ خدا رو ما به شعر و به چی نمیشناسیم، ما خدا رو به صفاتش میشناسیم. ما سبحان الله شعر داریم، چیه که شعر ما با شعر خدا را بشناسیم؟ ما با صفاتش از روی قرآن، از روی احادیث پیغمبر میبینیم که الله صفتی چی دارد. خب لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. الله میگه ما هم مثل مانند ندارم، نفی میکنه، یعنی من با یگان مخلوقان مانندی ندارم و یگان مخلوق هم با ما مانندی ندارد. و ما سمیع و بصیرم، ما شنوا هستم، بینا هستم. وقتی که بنده مسلمان شنوا بودن الله را قبول کنه، بینا بودن الله را قبول کنه، ایگنو دست میکشه، زنا نمیکنه. میدونه که مسلمان که الله ما را دیده است، میدونه که الله ما را شنیده است، چرا گناه میکنه؟ حالا که از یک همسایه شر میدونه، یک آدم زناکار که اگر یک جوانی قطع یک دختری بیگانه گپ زیسه و یک همسایه‌اش ببینه در او بجا میشه. چرا الله بجا نمیشه؟ الله بجا شده نمیشه که الله ما را میشنوه، الله ما را دیده است. ان الله کان علیکم رقیبا. الله سبحانه و تعالی میگه ما شما را نظارتچیم. ان ربک لبالمرصاد، ما شما را نظارت دارم، شما چیکار کردید؟ برای این سبب الحمدلله العالمین کسی که خدا ترسید، خدا را شناخته به صفاتش، یعنی خداوند سمیع است، خداوند چی است؟ خداوند بصیر است. بعد که نشید خداوند رحمان و رحیم است، مهربان است. نه که انسان که ای حد گناه گذشت بعد خداوند قهار است. خداوند آدم چیکار میکنه؟ یعنی در مصیبت گرفتار میکنه. یعنی انسان که بخواد که خاندانش تیج باشه دست ای گناه بکشه. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت باشه دست ای گناه بکشه. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. الله سبحانه و تعالی میگه که هر مصیبتی که من در سر شما میارم به سبب گناه خودتان است، لکن ای بسیار گناهاتون میبخشم. برای این سبب حضرت عبدالله مسعود چی گفته؟ تقوا 4 چیز است. اولش همین است که الخوف من الجلیل، اول از خدا ترسیدن. کسی از خدا بترسه الله وی را موفق میکردن، الله وی را برکت میدهد. دومش والعمل بالتنزیل، کسی که اگر بخواد که تقوا داشته باشم با قرآن و سنت عمل، دوستی خدا کسی است که تقوا را پیشه میکنه. چخیلی که خداوند چی میگه؟ خب الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. کسی که ایمان حق میاره و تقوا را پیشه میکنه. تقوا چی گفتیم؟ حضرت عبدالله مسعود گفته شاگرد بهترین پیغمبر علیه السلام میگن من یک چیز حیران میشم که بعضی سبحان الله سخنای ما را گوش میکنم، بعد دو فیقانشون میروه که شما این خیلی میگید پیروی ما را او ما خفه نمیشم، شما خدای ما را تنقید میکنید، پیغمبری ما را تنقید میکنید، ما شما رو چی نمیگم کو؟ شما سخن پیغمبری ما را تعقیل میکنید کو، سخنش قبول نمیکنید کو. حالا که الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا كالذین آذوا موسی. الله میگه ای امتی محمد علیه السلام شما مثل قوم موسی نشوید.
قوم موسی چی بود؟ پیغمبرشون ایزا میدادن. امت محمد هم امروز اکثرش پیغمبرش ایزا میتیه. ایزا دادن پیغمبر چی است؟ سخنش تحقیر میکنی، سخنش قبول نمیکنی. یک سخن یک کسی نعوذ بالله که از قرآن و سنت دوره، یک کسی هیچ حد نداره، سخنی میره، سخنی الله رسول بالا میدونی، میگین هم چیزی بگو همه خدای تو همه ما برای تو زیق نمیشم و تو برای سخنی خدا و رسول ما تو زیقی میکنی که با میگه که یا نو برآمدن یا چی میگن یا شما نو برآمدی بچه ما میگیم خدا گفت پیغمبر گفت امام اعظم گفت شما از پیش خطا میگید. برای این سبب الله سبحانه و تعالی نگاه که در هر دوره یک عالمی را میفرسته که مردم به سوی قرآن و سنت دعوت میکنه. ای قول پرستی و از پیر پرستی و از خرافات پرستی، ای تومور پرستی، از شخص پرستی، میگه این مردم شخص پرست نشید، خدا پرست شوید. ما برای شما اندک قصه حضرت عدی بن توی میکنم. عدی بن توی وقتی که پیش پیغمبر خدا علیه السلام میاد که میگه که پیغمبر همین آیه میخوان اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. پیغمبر همین آیه میخوان که نصارا ملاهاشون خدا گرفتن، پاپاشون خدا گرفتن، کشیشاشون خدا گرفتن. بعد حضرت عدی چی گفته؟ ای پیغمبر خدا ما خدا نگرفتیم این را. پیغمبر علیه السلام گفت که هر چیزی که کشیشا حلال بگوین، چیزی که خداوند حرام گفته که کشیشاتون حرام بگوین، حرام میگه، گفت حرام میگه. زیدی گفته خدا میبره. بله امروز هم پیرای تاجیک چی میگن؟ مریداشون میگه فلان چیز حرامه، فلان چیز حلاله و خداوند او را پیغمبر حلال گفته، این پیر شما چی میگه؟ او را حلال میگه. خداوند حرام گفته، پیر شما حلال میدونه. پیغمبر خداوند میگه کارپرستی حرام، پیر تو میگه حلال. این امیر خدا میگن، این امیر عبادت میگن. پیغمبر علیه السلام گفت که ای عدی گفت تو نمو پاپوت میگی که هر چی گفتن قبول میکنم، انا امیر عبادت میگن. ولی چه خداوند در قرآن میگه که الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. ای فرزندای آدم من شما را عهد و پیمان دادم که شیطان عبادت نکنید. یعنی کسی گپی کسی را بگیره عبادتی همو را کردگی سابید. یعنی اگر کسی دعوا بکنه که ما بغیر گپی همو دیگرش قبول ندارم، خدای تو انموه. تو انصاف اگر داشته باشی میگی که ما سخن خدا و رسول میگیریم، خب باید تو مقلد نباشی. آدمی عوام، آدمی ابله بی عقل مقلد میشه. آدمی ذره که عقل داره و دین داره و علم داره باید متبع باشه. یک کسی یک گپ گفته باید دلیل جستجو کنه که همه کجا میگن. حتی سردار مذهبمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که سخن مرا قبول نکنید تویی که شما ندونید که من از کجا دلیل گفتم. برای این سبب الله ابن مسعود چی گفتن؟ گفتن تقوا 4 چیز است. یکمش الخوف من الجلیل، ترسیدن از الله سبحانه و تعالی. دویمش والعمل بالتنزیل، عمل کردن به قرآن و سنت. به قرآن و سنت روز قیامت الله سبحانه و تعالی ما و شما رو یک ما میپرسه که تو سخن پیغمبر مرا قبول کردی و نکردی. دیگه همه میگریزه، هیچ کس یگان کسی آدم داده نمیتونه. حتی در قبر ما و شما رو میمونن 3 سوال میکنن: من ربک و ما دینک و من نبیک. کیست پروردگاری تو و چیست دینی تو و کیست یعنی پیغمبری تو. یعنی دیگه یوم یفر المرء من اخیه، روز قیامت فاذا جاءت الساخه، همه عالمی چشانی ملای میگریزی قوم میگه نه هر کس بکنه خودش جواب میگه. حتی پدر پسر میگریزه. ما چوب امروز درک نمیکنیم که تو حاضر بعضی مردم فریبا مردم دکاناشون فریب میکنن که تو کار نباشه تو بیا موردی باشه یا بلاد میکنن. والله دروغ میگن. یگان جایی یگان اساس جو پیغمبر دخترش در حدیث بخاری، هذه حدیث بخاری ببینید سبحان الله در سوره شعراء، در امام بخاری ببینید چی میگه. وقتی که در سوره شعراء الله سبحانه و تعالی گفت که و انذر عشیرتک الاقربین، الله سبحانه و تعالی گفت که ای محمد علیه السلام خیش تبارت از قیامت بترسان. پیغمبر علیه السلام قومش فریاد کرد، عباس فریاد کرد، عمش صفیه را فریاد کرد، جگرگوشش فاطمه رضی الله عنها را دعوت کرد. گفت که ای عمک از خدا بترس، نگو که بجیان ما پیغمبر از دست می چی نمیآید. گفت ای صفیه عمه جان ای دست می چی نمیآید، از خدا بترس. دخترش چی گفت فاطمه جان از مال دنیا هر چی میخوای بگو، بچه قوت میتونم تا لکن عیاذاب خدا من چی را کم کرده نمیتونم. چون پیغمبر علیه السلام میگه که من عیاذاب خدا چیزی را کم کرده نمیتونم. امروز یک کسی دروغگو فریبگر میگه که کار نباشه من شما را یا بلا میکنم. والله دروغ میگه.
این سخنش دروغ است، خودش نجات داده نمیتونن، حیف دیگران رو بستن. و سبحان الله، خدا و رسول خیل میگه، شما خیل میگه. برای این سبب الحمدلله العالمین حضرت عبدالله مسعود چی گفتن؟ تقوا 4 چیز است. یکمش ترسیدن از خدا، دویمش عمل کردن به قرآن و سنت، سومش به کم قناعت کردن، چهارمش ول استعداد الیوم الرحیل، برای قیامت و تیاری بین. و قرآن و سنت الحمدلله ما و شما را زنده میسازد، ما و شما را به سوی محبت دعوت میکند. قرآن و سنت ما و شما را سبحان الله از تفریق اندازی جدا میکند، یک به سوی یک جویه دعوت میکند. خب از تفریقه حرام است در قرآن و سنت. خب برای این سبب الحمدلله العالمین قرآن و سنت ما را یک جا میسازد. دیگه این تفریق اندازی دیگه گروه ها را خدا خار کند که گروه بازی در اسلام حرام است، زیدی حکومت دارا، زیدی دولت برآمدن حرام است. قرآن میگه خود شکرانه تینجی عمونی کردن در حق گرم و داو کردن این دین اسلام است. خداوند جل و علا چه میگه؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خداوند میگه شما اطاعت الله را کنید، اطاعت رسول الله را کنید، اطاعت سردارتان را بکنید. لیکن در بعدش چی میگه؟ فان تنازعتم فی شیء فردوا الی الله و رسول. در کدام مسئله که شما بحث کنید، رجوع به سوی قرآن و سنت که نه پیش یک بی‌سوادی که هیچی را نمیدونه اوی پرسید. ای قرآن دان پرسید، ای سنت دان پرسید، شما را چیکار میکنن؟ سبحان الله بیان میکنن. برای این سبب خداوند ما و شما را توفیق بدهد، مردم زیبای تاجیکستان ما را هوشیار بگرداند که فریبگرا فریب